حسنی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. بینندگان عزیز، در هفته‌ای که گذشت خیلی صحبت ادب و بی‌ادبی و اینجور چیزها بود. گروهی مشغول بی‌ادبی بودند، گروهی مشغول با ادبی بودند، گروهی در صفحه فیسبوک مسی بودند و اون خانم مجری قشنگه بودند و گروهی الان در صفحه اوباما فوش میدادند و فوش میدن، گروهی عذرخواهی میکردند، گروهی هم به اونایی که فوش میدادند فوش خارمادر میدادند که خاک بر سرتون. چقدر شما بی‌ادبین. خلاصه ادب بازاری بود که بیا آقا ببین کلی دور هم جمع شدن و کار به جای رسید که جمشید مشایخی دایی قیصر کمال الملک تفنگچی زد، تلفن زد به عادل فردوسی پور. من از آقای مسی که یکی از بهترین بزرگترین فوتبالیستای جهانه از ایشون عذرخواهی میکنم، کتف مردانه ایشون رو میبوسم و این رو خدمت ایشون عرض میکنم. ملت ایران بی‌ادب نیست. اون کسانی که یه همچین عمل زشتی رو انجام دادن ایرانی نیستن. قربونتون برم. نبوده آدم هایی که اون کار کرده کار مال جای دیگری بوده. همینطور که بازار ادب گرم بوده ناگهان ولی احمد خاتمی گفت ما اوباما را از بی‌ادب ترین رئیس جمهورهای دنیا میدانیم. آقا این راست میگه. چقدر این اوباما بی‌ادبه. من خودم اینجا زندگی میکنم تو آمریکا میبینم چقدر این آدم بی‌تربیته، اصلا بچه بدیه. دیدین از این آدمای بچه تربیت خانوادگی درستی نداره این آدم. من الان به شما بگم ملت، من اینجا میدونم تربیت خانوادگی درستی نداره. الان چند نمونه الان ما از ادب مسئولین مملکت خودمونو ما برای شما میذاریم تا یکم این آقا این برنامه برای آقای اوباما، این برنامه برای شما ساخته شده الان که اینو ببینی ذره یاد بگیری که چطور با ادب باشی. خیلی آدم بی ادبی هستی واقعا. ما اصلا تو این برنامه میخوایم ترویج ادبیات بکنیم به مردم. چه اشکال داره واقعا؟ آقا اولیشو بده بیاد. شما را به مقام انسانیت برسونید. یعنی چقدر مؤدب به مقام انسانیت میخواست شما رو برسونه. چقدر متین. ببین چقدر متین بود این آدم. هنوز نرسیده، هنوز این عرقش خوش نشده لامصب، هنوز جوراب در نیاورده. نمیشه از شما پذیرفت که ما قانون قبول نداریم. غلط میکنی، قانون قبول نداریم. قانون تو قبول نداره. شما قانون قبول نداری. کنی شما قانون قبول نداری. والله به خدا این ادب اون داستان زنا رو بده بیاد. همچه کاری اگر بشه پوستشون مردم میکنن. مسلمانن مردم، نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند. مردم به جان ادب میگن. از کی آموختی؟ از این آقا. اونها که در نوشتجات خودشون دم از دموکراتیک میزنند اینها یا جاهلند و نمیفهمند چه میکنند. آقای اوباما این ادب رو از اماممون یاد بگیر. آقای محترم ادب رو از آیت الله بهشتی یاد بگیر که گفت آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر، از این عصب بمیر. ادب جدیدتر بده، ادب بده. البته مثل سگ دروغ میگن. ادب ندارن دیگه. اگه ادب داشتن دروغ نمیگفتن، مثل آدم دروغ میگفتن، نه مثل دروغ مثل آدم بده. من افتخار میکنم که با شما ملاقات کردم. شما توی دل من جا دارید. میشه یه عکس بندازم بودم بنداز. معاون منم خیلی دوست داره با شما عکس بندازه. کدام معاونتونم بیاد عکس بندازه؟ بابا آقای احمدی‌نژاد خوش آمدید. من هیجان زده شدم یه لحظه. یه ذره چیز صبر کن. چیز کن. یه ذره اونجاشو بذار که میگه، اونجای فیلمو بذار که میگه آبو بریزین و اینا میسوزه. بابا جون آبو بریز همونجا که میسوزه. آقای اوباما اینا داره مینویسی دیگه ها؟
بنویس حالا چرا تا قد و خاشاک این کوچه ها یه کاری میکنن؟ من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم. میگه بابا اون ممه رو لولو برد. منو نشون داد این کیه؟ این کیه؟ اصلا زبون اونا اسپانیولی، اصلا بچه نگاه کرد من گفت این محموده. به هر حال خودپسندی هم نوعی بیادبی حساب میشه. ایشون میتونن راجع به پرونده یه خانم، من میتونم راجع به پرونده یه خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده آموزشی یک خانوم بگم؟ ارتیکل فوشه. چرا تو نفهم؟ ادب از که آموختی؟ از کوچک زاده. لااقل معلوم باشه برای چه کاری داره داده میشه. اینها خوبیش این است که این آقایی که دو گفت ادب داشته باشه. کوچکوف رو بده بیاد، ادب داره این یکی، مثل آقای کوچک زاده که اسمشون فلان بود. مثل آقای کوچکوف که ریشه روسی دارن، قبلا اسمشون کوچکوف بوده، بعداً تبدیل به کوچک زاده کردن و باید این رو باید روشن بکنن. خفه شو، بتمک. بله ایشون هم دیگه پسر مطهری یا مطهری حیوانی شهوانی و اینا رو بده بیاد. علم الهدا. آدمی که با یه آرایش داری تو حرم امام رضا قدم میگذاری و تو صحنه امام رضا علیه السلام 10 ها جوان و مرد رو در مسیر حرکت حیوانی شهوی تحریک میکنی، قیافت در مقابل امام رضا از یک جانور، از یک درنده، از یک موجود پست به مراتب نکبت‌تر است. شما فکر میکنید مردمی که رفتن صفحه مسی فوش نوشتند آدم‌های بی‌ادبی بودن؟ مسئولین رو بده بیاد. ایشون عضو مجلس خبرگان همونجور که مشاهده میکنید، خدا نکند جامعه ایران به سمت برود. این از این خدمت شما. این دیگه چاپ شده، عضو مجلس خبرگان عملا گفته چاپ کرده و اینا. تازه این حالا این چی نیست، اون گشاد رو بده بیاد. گشاد رو این یعنی گشاد بازی دیگه. گشاد بازی به معنی مؤدبانه‌اش معنی مؤدبانه و مثبتش چی میشه آیا ازغدی؟ فراخ باسنی، ته گستردگی، خود وسعت انتها بینی، پهن گسترده نشینی، عقب تام اختیاری. ازغدی کیه آقا؟ گنده‌شونو بده بیاد. نژادهای اروپایی نژادهای وحشی هستند. آقای اوباما، ای ملت قهرمان، هم شما این دیگه برنامه از اوباما میره به سمت ملت قهرمان. الان همه با هم لطفاً ادبیات بگیرید از سگ هار، از دهان نحس نجس سگ هار منطقه. خب بس دیگه. فکر کنم آقای اوباما شما یاد گرفتیم ادب رو و مردم هم قطعا یاد گرفتن یه چیزایی. فکر کنم اوباما دیگه کاملا یاد گرفته، ولی خودمونیم الان که ما اینا رو پخش کردیم، همه رو داد اومد و من پخش کردیم و اینا، من به نتیجه رسیدم که اونایی که رفتن تو صفحه فیسبوک مسی بهش التفات کردن همچین بعدم باش حساب نکردن ها. با این اوصافی که ما دیدیم تو این برنامه تا الان، از خانواده هایی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن، من دعوت میکنم نذارن که بچه هاشون پای صحبت مسئولین نظام بشینن. بدآموزی داره. همون بچه ها میرن میشینن پای صحبت اینا، بعد میرن اونجا فوش میدن جا دیگه. الان قرعه کشی جام باشگاه آسیا هم اعلام شده، این چیزها رو یاد میگیرن، بعد میرن تو فیسبوک خودشون این صفحه. حالا دیگه خود دارید. در از صورت ادب مرد بهز دولت اوست. اول شروع کردم ادب مرد بهز دولت اوست. ادب مرد بهز دولت اوست. دوبارم گفتیم. یکی فوش بده، فوش کشم کن، تحت تاثیر قرار نگیر دادا گوش نکن. یکی فوش بده، فوش کشم کن، تحت تاثیر قرار نگیر دادا گوش نکن. حیدر مصلحی فرزند ابو حیدر با سابقه کشف و انهدام
شبکه‌های بزرگ فلان اینجا در این مصاحبه میگوید هنوز زود است برخی افراد قدرت نظامی ایران را بشناسند. این رو در جواب این یکی گفت، ظریف، که گفته بود غربی ها از 4 تا تانک و موشک ما نمیترسند، از این مردم میترسند. و ایشون در ادامه اون زیر گفت که امروز برخی ها در دانشگاه ها میگن آمریکا در 10 دقیقه میتونه تشکیل نظام از این ببرد. شما بخونید دیگه. این موضوع نشان دهنده نفهمیان هاست و برای این افراد زود است بشناسند. ایشون در پایان همین مصاحبه میفرماید که ما در شرایط تحریم سیم خاردار را سیم خاردار را به موشک تبدیل کردیم. ما در سخت‌ترین شرایط سیم خاردار تبدیل کردیم به موشک. اصلا موشک جواب موشک جای پوشک. اون وقت همینطوری بی خودی صبح تا شب نشستیم پای لپتاپ داریم دنده سرمایه غاز عوض می‌کنیم بدون که اصلا توجه کنیم ما تو شرایط سخت تحریم چی و به چی تبدیل کردیم. میگید نه، اینم 10 تا از چیزایی که ما تو شرایط تحریم تبدیلشون کردیم به چیزای دیگه. پیت این اولیش. ما تو شرایط سخت تحریم‌های کاغذپاره هرچی پیت داشتیم تبدیل کردیم به موشک غار پیما. بزنیم باش دک و دنده این استکبار رو یه جوری پیاده کنیم که صلاح الدین ایوبی نکرد. واتو هر واتو هزار واتو. به خدا ما تو همون شرایط طاقت فرسای تحریم‌های بی‌اثر با فتوشاپ هر موشک رو تبدیل کردیم به 1000 موشک بدون اینکه خین از کسی بیاد. پلاستیک کونه، دمپایی کونه، رادیاتور، جدن، آهن قرازه میخریم. قاهره 313 تحویل میدیم، اونم با اون بعض تحریم های کمر شکن بی تأثیر. جعبه ما تو شرایط تحریم های وحشتناکی که هیچ اثری رومون نداشت هرچی جعبه مقوایی داشتیم تبدیل کردیم به حضرت امام، در صورتی که خدا شاهده هر کی جای ما بود با اون بعض تحریم ها از گشنگی تمام مقواهای حضرت امامشون رو برداشته بود خورده بود. عجب آدمای ما در جعبه تا همون تحریم های کمرشکن نامردی ما اصفهان، عراق، نتنز، خلاصه تمام جای توریستیمون رو ما تبدیل کردیم به وحشتناکترین جایی که هر کس دنیا بتونه بشه. مردم یه زمانی میگن اصفهان نصف جهان، الان میگن اصفهان پاسپورت. پاسپورت تو همون اوضاع تحریم‌های بی‌اساس تا دندان مسلم ما پاسپورت ایران رو تبدیل کردیم به یه چیزی که تو هر فرودگاهی نشون بدن تمام این میگردن فقط محض سربلندی و عزت و اقتدار. 4 ریال. در شرایطی که دنیا منتظر بود ما به خاطر تحریم‌های غیرقانونی مسخره کلا بپکیم، ما ارزش ریال رو تو مملکت تبدیل کردیم به واحد شمارش بعبع گوسفندای سرسفید استرالیایی با هر چی که خوردن، هر چی پس دادن، خیر سر پدرش. چاپ آقا چاپ. ما یه تنه تونستیم زیر اون بار فشار اون همه تحریمی که اصلا هیچ تأثیری نداشت، همش رو کول ما بود، ما تونستیم صنعت چاپ رو تبدیل کنیم به صنعت بچاپ. آقا حالا نچاپ، کی بچاپ؟ تو بچاپ، من بچاپ، شاه مردان بچاپ. بربری. درست موقعی که همه خودشون هم فهمیدن تحریمات تو بگو یک قرون اثر نداره، یک قرون، ما بربری رو تبدیل کردیم به یکی از ابزار اصلی شبیخون فرهنگ. به یارو میگفتی چقدر سرمایه داری؟ میگفت یه باغ تو شمال دارم، یه زمین تو قرچک، یه 6 تا هم بربری. آها، مهمترین چیزی که تو همین تحریم های بی اثر ما تونستیم تبدیلش کنیم به یه چیز دیگه با اثر این بود که ما به میل شخصی خودمون، نه که فکر کنید تحریم ها زوری به جامعه، نه، ما تونستیم با اقتدار ذرت پرت کردن رو تبدیل کنیم به نرمش قهرمانانه. بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. بوق بذار اینجا. مهمان این هفته شما آقای عباس میلانی است. آقای میلانی نویسنده و استاد دانشگاه هست. این هم بیوگرافی کوتاه ایشان به روایت پلیتیک.
شما در منطقه پالو آلتو در سان فرانسیسکو در کالیفرنیا یک ایرانیان استادیز، مرکز مطالعات فرهنگ ایران دارید و که بعد نظر من این با توجه به اتفاقاتی که اونجا میفته خیلی مرکز، یکی از معتبرترین مرکزها از نوع خودش در خارج از ایران هست. شما مثلا از آقای بیضایی حمایت کردید، ایشون رو آوردید اونجا، میزبانشون بودید، یا مثلا محسن نامجو رو آوردید اونجا و کارهای دیگه که من الان نمیخوام زیاد رو درازی کنم. یه ذره در این مرکز صحبت بکنید. چه هست در دانشگاه استنفورد؟ پولش از کجا میاد؟ چه کارهایی میکنید؟ این مرکز در دانشگاه استنفورد، مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد در واقع. اسمش هست مرکز مطالعات مقدم ایران شناسی، برای اینکه حمید مقدم و کریستینا مقدم اون وقف اولیه این پول رو در دانشگاه ترتیب دادن. بعد از اون خانم بیتا دریاباری به ما کمک کرد و تونستیم برنامه هامون رو گسترش بدیم. تمام این کاری که تا به حال کردیم و امسال هم داریم گسترشش میدیم. یه فستیوال هنر ایرانی در استنفورد داریم راه میندازیم از همین چند هفته آینده. همش 100% با کمک جامعه ایرانی در آمریکا بوده. خانم مقدم، آقای مقدم، خانم دریاباری و دیگران. این کتابی که در مورد شاه نوشتید جناب میلانی و کتابی که راجع به هویدا نوشتید، این کارهایی از شماست که من خیلی خودم دوست دارم، عرضم کردم قبلا خدمتتون. چه چیزی در این کتاب در مورد شاه هست که مردم باید بدونند؟ آیا من که احساس میکنم همه چیز در مورد شاه ایران میدونم، اگر این کتاب بخونم چه چیزی در این کتاب هست که در کتاب‌های دیگر نیست؟ دقیقاً اون کسی که فکر میکنه همه چیز رو در مورد شاه میدونه کسی که باید این کتاب بخونه. برای اینکه به نظر من چه اونها که فکر میکنن شاه رو به تقدیر میشناسن، چه اونها که فکر میکنن شاه رو به تکذیب میشناسن، به گمان من بخش اعظم فرضیاتشون در مورد شاه نادرسته. یعنی شاه شخصیتش به غایت پیچیده تر از اون تصویر قالبی خیلی یه بعدی است که چه طرفدارانش چه معاندینش دارن. شما از خانواده شاه، خانم فرح و پسرشون، هیچ وقت خواستید که بخونن کتاب و نظر بدن، مصاحبه کنین باشون؟ آیا جواب دادن به شما؟ کتاب خوندن که اصلا بدون شک این شرط کار علمی این نیست که شما کتاب رو بدید به یک کسی که طرف بحثه، طرف اون میشه به قول آمریکایی‌ها آتوراز بایوگرافی. من نمی‌خواستم آتوراز بایوگرافی بنویسم. من 4 بار سعی کردم با ملکه صحبت بکنم، با خواهر شاه دختر اشرف سعی کردم صحبت بکنم. اتفاقا به همین شهر شما سفر کردم، قرار بود که روز بعد با ایشون صحبت بکنم. شب قبلش به من گفتن که صحبت نمی‌کنم. ملکه هم 4 بار تصمیم گرفتن که نکنن این کار رو. چرا؟ نمیدونیم. والا روایات مختلف هست، من نمیخوام حدس و گمان بزنم. ایشون باید جواب بدن، چون فکر میکنم به هر حال بعد از کتاب هویدا در ایران چیزی نزدیک به 30 چاپ شده. بله. معلوم بود که این کتاب خواننده زیاد خواهد داشت و به نظر من مسئولیت تاریخی خاندان سلطنتی بود که صحبت میکردم. منم پیشنهادی که بهشون کرده بودم پیشنهاد خیلی دقیقی بود. گفتم صحبت میکنم، هر جا ازتون نقل قول میخوام بکنم، اون نقل قول رو در اون سفر رو براتون میفرستم. شما اگه احساس کردید من دارم سوء استفاده میکنم، بگید تغییرش بدید یا بگید حذفش بکنید. شاه بالاخره یه جوری بدنامه در ارتباط با مصدق و رفتاری که با مصدق کرده و مصدق قهرمان ملی در چشم خیلی از ما ایرانی ها. اما در کتاب شما برداشت من اینه که اینجوری تصویر شده که مصدق میتونست جوری دیگه رفتار کنه، کار به استعفا و کودتا کشیده نشه. چه جوری میتونست مصدق رفتار بکنه؟ اگر اون جوری دیگه چه جوریه؟ در 2-3 مقطع هست که به نظر من میتونست تصمیم‌های متفاوتی بگیره. یکی این که در فوریه و مارس 1953 وقتی که وضع اقتصادی بحران زده بود، وقتی که میدونست دیگه نمیتونه نفت بفروشه، به نظر من اگر یک پیشنهاد حد اکثری که آمریکا و انگلیس و بانک‌های بین‌المللی رو میز گذاشته بودن میپذیرفت، چه بسا که میشد ایران رو در تصور داشت که اصلا تجربه 28 مرداد رو نمیکرد و یه ایران دیگری میشد ایران. 2 من فکر کنم تصمیم دکتر مصدق به انحلال مجلس تصمیم اشتباهی بود. یعنی اولا نه در قانون اساسی پایه داشت و بعد
به نص صریح نامه خود دکتر مصدق که در کتاب من آوردم، اگر مجلس در کار نباشه دکتر مصدق میگه شاه حق عزل و نصب داره. اگر شاه حق عزل و نصب داره، وقتی دکتر مصدق مجلس رو منحل کرد، حکمی که شاه در عزل او و نصب زاهدی داد احکام قانونیه و نپذیرفتنش قانون شکنیه. اگر مصدق امروز زنده بود، به نظر شما روش سیاسی که در پیش میگرفت چگونه بود؟ در کجای طیف سیاست ایران قرار میگرفت الان؟ پیروزی دیدم در دانشگاه اعلام بعضی از بچه‌ها شاهد داده بودن که آقای ظریف مصدق زمان ماست. من فکر می‌کنم قیاس کاملا معالفه. دکتر مصدق کاملا نشون داد که حاضر نبود زیر بیرق روحانیتی که می‌خواست حکومت رو در دست بگیره، حجاب به زور سر مردم بکنه، بهائی‌ها رو از حق شهر بندیشون محروم بداره، حاضر نبود زیر اونها چیز بکنه. دعوای دکتر مصدق با کاشانی سر چی بود؟ اگر دعوای دکتر مصدق با کاشانی نبود، اصلا چه بسا که دوباره یه مسیر متفاوتی. به همین خاطر الان اگر دکتر مصدق بود، به نظر من یکی از منتقدین جدی حکومت فردی ولایت فقیه است. دکتر مصدق تفکرش زاده انقلاب مشروطه ایرانه. در تفکر انقلاب مشروطه ایران که این که شما بیایید بگید من یه نفرم برگزیده خدا هستم، هیچ کس هم در شما حق نداره. آقای مصباح میگه، شما دیدم توی یک برنامه‌تون پخشش کرده بوده، گفت مردم چه حقی دارن که چیز کنن. این کاملا نظریه شیخ فضلالله نوریه و مصدق یه عمری در جبهه ضد شیخ فضلالله نوری جنگیده بود. در جبهه جنگیده بود که میگفت مردم حاکمن، نه یه نفر خود برگزیده و خود منتسب به خدا دونسته. اگه باز مصدق زنده بود با آمریکا رابطه داشت یا نه؟ بدید رابطه ایران با آمریکا رو کی ایجاد کرد؟ امیرکبیر ایجاد کرد. امیرکبیر ایجاد کرد برای اینکه میدونست به خاطر درایتی که داشت که یک کشور قدرتمند دوردست متحد طبیعی تری است برای ایران تا یک زورگوی همسایه مثل روسیه یا یک کشور استعماری که در هند مثل انگلستان. آمریکا به نظر من الان به عنوان قدرتمندترین اقتصاد دنیا طبعاً باید باش رابطه داشت. هیچ کشور عاقلی من نمیشناسم در دنیا که سعی بکنه رابطهش با آمریکا قطع بکنه. مهم نوع رابطه است. شما میتونید رابطه مستقل داشته باشید، میتونید رابطه داشته باشید که منافع ایران تامین بکنه، یا میتونید فوش بدید ضد آمریکا، بعد پسل پنهون برید باش قراردادی ببندید که تمام حقوق ایران رو وا میگذاره. ایرانی‌ها میگن که ما حق غنی‌سازی رو به دست آوردیم، آمریکایی‌ها میگن که اصلا ما اصولاً حق غنی‌سازی نمیدیم هیچ وقت به ایران. به نظر شما بعد از این 6 ماه احتمال داره که با این وضعیت سرسختی که در کنگره آمریکا ما می‌بینیم ایران اصلا بتونه به غنی‌سازی ادامه بده؟ و شما اصلا ادامه این پرونده و این اختشاش و این مذاکره رو چه جوری می‌بینید در 6 ماه آینده؟ چه جوری پیش بینی می‌کنید؟ دوباره واقعا فکر می‌کنم یه وقتی که این تنش‌ها فروکش بکنه، یه عده‌ای خواهند نشست و این تصمیمات استراتژیکی که این رژیم در مورد برنامه هسته‌ای گرفت و در هر مقطع تصمیم غلطی گرفتن و باهاش رو ملت ایران دادن و باهاش رو جامعه و اقتصاد ایران داده. من فکر می‌کنم این که ایران هیچ غنی‌سازی نکنه قابل قبول نخواهد بود. برای رژیم قابل قبول نیست. رژیم به هر حال مملکت رو به آستانه ورشکستگی آورده به خاطر همین، به خاطر خط. واقعا من فکر می‌کنم غنی‌سازی در حد 3 تا 5% در ایران باقی خواهد موند. بقیه‌اش به نظر من 20% رو مجبورن بذارن زیر نظارت بین‌المللی یا اکسیدش بکنن. یعنی شما فکر می‌کنید که در نهایت این مذاکرات به یک نتیجه دیپلماتیکی خواهد رسید بعد از این 6 ماه و توافقنامه دائمی بین ایران و آمریکا و 5+1 انجام خواهد شد؟ به نظر شما ممکنه یه توافق دائمی نشه، ولی یه توافقی که به اندازه کافی طرفین بتونن به اون جناح رادیکال دیوانه‌شون، اونایی که الان اومدن فریاد میزنند آقای شریعت مداری، مقالاتی که می‌نویسه بعضی از اینا، خب آقای خامنه‌ای و سپاه نمیتونه هر توافقی رو بکنه، باید یه توافقی بکنه که بتونه به اینا بگه به قول خودشون برده. آقای اوباما هم اینجا جمهوری خواه هستن، آقای نتانیاهو هست، اینجا هم باید بگه که این برده.
این وسط به نظر من میشه یه رؤوس کلیش به نظر من متصور. خیلی من آقای میلانی، من آخر این مصاحبه لطف کنید بگین که بچه‌ای که تو ایران هستن چجوری میتونن کتاب بخونن چون چاپ نشده و اینا؟ تو گفتیم برن تو وبسایتتون اونجا دانلود کنن. تو وبسایت میتونن اونجا بخونن مجانی و دانلود کنن. PDF مثلا. PDFش رو تا به حال نذاشتیم ولی الان که اینا میخوان سانسورش بکنن PDFش هم میخوایم مثلا یکی دو هفته آینده بذاریم که بتونن PDFش بکنن. ولی یه سایتی گذاشت کتابناک یه سایتی گذاشت که اونا PDFش رو گذاشتن و نزدیک 23,000 نفر اونجا دانلود کردن. یعنی نسخه اونجوری خیلی زیاده و این خود نسخه قاچاقش هم دست قاچاقچی‌ها هست و باید بهشون گفت که به قاچاقچی‌ها گفت دست مریضا که سانسور از این طریق شکستن. خیلی ممنون آقای میلانی، تشکر می‌کنم تشریف آوردین. خیلی ممنون. امشب یک نفر به مملکت جوگیر اضافه نمیشه، بلکه یک گروهی هستند که به صورت قبیله‌ای جوگیر رفتار میکنند، قبیله‌ای جوگیر حمله میکنند، قبیله‌ای جوگیر تعریف تمجید میکنند، قبیله‌ای جوگیر جشن شادی میگیرند. ما اینجا از قبایل جوگیر باکومبا مامانبا دویچه ولی یارگی چی میگه در صحبت نمی کنیم، بلکه از 20 نماینده مجلس ایران صحبت میکنیم که جوگیر شدند و پس از اینکه جواد ظریف یه حرف حساب زد به صورت قبیله‌ای و با فرمان آقای فلان از فلان نهاد اسمشو نبر از حسن روحانی خواستند که در مورد ادامه خدمت جواد ظریف وزیر امور خارجه تجدید نظر کنه. تجدید نظر یعنی همون زیرآبشو بزن. حالا چرا؟ چون ظریف رفته بود دانشگاه تهران گفته بود غربی‌ها از 4 تانک موشک ما نمیترسن، از این مردم میترسند. آیا شما فکر کردید که آمریکا که با یک بمبش میتواند تمام سیستم‌های نظامی ما را کار بندازد از سیستم نظامی ما میترسد؟ بعدش اومدن که کجا نشستید که ما قدرت نظامیمون فلان و بهمان، کجا نشستید که جواد ظریف عزت انقلاب اسلامی ملت ایران خانواده‌اش رزمندگان جریه دار شده و چشممون رو بستند به حقیقتی که ظریف گفته بود که روتون رو کم کنید. برتری ما نسبت به کشوری مثل آمریکا که بودجه نظامیش بیشتر از مجموعه چین و روسیه و انگلیس و ژاپن و فرانسه و کلی کشورهای دیگه است، نه قدرت نظامی و شهاب 3 و 4 و 4 و نیم و 5 و اینا، بلکه مردمه. یعنی اگه هوای مردم داشته باشی بهشون برسی، مردم وای میستن پشتتون وای میستن و بدین وسیله کلیه عزیزان ما در واحد رأس تمام امور نظام که گاهن بدون توجه به اینکه رأس تمام امور ایشون رأس تمام امور هستن، به رأس تمام امور این یکی یعنی ایشون فلان و مجلس چی میگه، از این حرکات محیرالعقول میکنند به مملکت جوگیر پیوست. این چیه؟ این آشغال افتاد. پلیتیک این هفته رو یه مهندس زد که میلیون ها نفر مردم رو کشوند لب چشمه که مراسم قرعه کشی جام جهانی رو نگاه کنیم. ما خودمون رو کشتیم برسیم به جام جهانی. بعد اینکه بیافتیم تو چه گروهی خیلی مهم بود. ملت همینجوری 3 ساعت نشستن ببینن از اون مراسم چی بهشون میرسه. چرا که مراسم چیزایی داشت که مردم نباید میدیدند، چون کلیت نظام زیر سوال میرفت با مراسم قرعه کشی جام جهانی. البته کلی از کشورهای مسلمان هم این برنامه رو مستقیم دیدند. کلی از کشورهای مسلمانن، نماز میخونن، فلان میخونن، این حرفا، قرآن هم بلدن و اینا دیدن. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. تا اونجا که ما خبر داریم اون کشورها هنوز سر جاشن. یعنی پرچمشون هست، حالا همه چی سر جاشه. کسی نقش کرد، دچار جراحات جدی نشد، کسی نظامشون هم برباد نرفته. ولی این آقای مهندس این آقای مهندس نه تنها سانسور کرد بلکه نامه فدایت شوم هم نوشته که بشنوید اما بشنوید از مهندس رسانه ملی که با بی حرف و حدیث گذروندن پخش مراسم قرعه کشی دست به قلم برده و از دست اندرکارای برنامه 90 تقدیر کرده که چی؟ فکر می‌کنید تقدیر کرده که چی؟ که اگه یه صحنه مثل شکیرا از دستش در بره کار به مجلس شورای نگهبان و فتوای علما میرسه. خب تقدیر که چی؟ که چی واقعا؟ بذار دیگه. استفاده حرفه‌ای از تدوین همزمان و رعایت
ضوابط شرعی و قانونی در عین حفظ همه صحنه‌های دیدنی و جذاب مراسم قرعه کشی قابل تحسین بود. قابل تحسین بود واقعا. یعنی همه صحنه‌های جذاب و دیدنی رو مردم دیدن که از 3 ساعت برنامه 10 دقیقه‌شو بی سر و ته تحویلشون دادین. همه صحنه‌های دیدنی قرعه کشی و اینا کی هیجانشو گرفتین. اون بنده خدا فردوسی پور و مهدوی‌کیا و نکونا و اینا نشستن اونجا اینجوری کف کرده بودن. خودشون هم میگن آقا این همه جای دنیا دیگه نشون بدین دیگه. البته فقط مردم ندیدن. شما که فیلتر نیستید آقایان مسئولین و آقای خود جناب مهندس، حتما کل برنامه رو شما دیدی. مثل فیسبوک که برای مسئولین آزاده برای مردم ممنوعه، حتما تلویزیون ماهواره‌ای هم برای شما حلال و برای مردم حرامه. اونم مردمی که فقط 6.5 میلیونش درسته 6.5 میلیون پیامک دادن. زرقامی پیامک‌های 6.5 میلیونی این برنامه رو هم مصداق و مستند تعامل و ارتباط گسترده مردم با رسانه ملی دونسته. نه عزیزم، برنامه 90 و فوتبال ربطی به صدا و سیما و تعامل مردم باهاش نداره. حالا میذاری تو رزومت برنامه 90، اما پلیتیک نزن، چون مردم میخواستن قرعه کشی رو ببینن. فردوسی پور هم کلا به اندازه کل نماز جمعه های سراسر کشور و بسیجیان تمام کل کشور رو 10 برابر اونا آقای فردوسی پور پیامک میگیره. برنامه‌ش هم طرفدار داره، ربطی هم به صدا و سیما هم نداره. پلیتیک بزن، اما توهم برات نداره که ترکیب این دوتا آدم رو مجنون میکنه. این بود برنامه این هفته پلیتیک. من و فکر میکنم سیاست باهوش و محترم آری، اما پلیتیک اما بی پلیتیک. به صفحه فیسبوک ما بپیوندید، به جای انتقاد فقط از ما تعریف کنید، خیلی زیاد، چون اصلا ظرفیت انتقاد نداریم، قاط میزنیم شر میشه. هفته دیگه پلیتیکی دیگری در راه هست، برای خودتون انگیزه ایجاد کنید تا اون موقع، چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزش داره واقعا. پلیتیک هر جمعه همینجا 10 شب تهران. فیسبوک